شرایطش فرق کنه. دقت کردین این ماست موسیر داستان عجیبی داره. در ماست موسیر رو وا می‌کنی بیشتر از داخل ظرف رو در چسبیده. آدم میمونه بخوره نخوره، خب نگاه میکنن خجالت میکنه. بعد تا از ظرفش 2 قطره آب زیپو مونده میخوره، میگه حداقل اونم میذارم اونجا میگیره. من یه پیشنهادی دادم، گفتم کارخونه‌های لبنی بیان اصلا ماست رو روی در سوار کنن. والا ما ظرف رو برداریم از رو در شروع کنیم ماست خوردن، همه بدونن مدلش اینجوریه. حداقل عجیبه ها. از بسته‌بندی مواد غذایی جمله خیلی به چشمان شما آشناست، نوشته از اینجا باز شود، درست از همونجا وا نمیشه. هر چی زور میزنی وا نمیشه. من گفتم جمله رو حداقل عوض کنید، بیاد بنویسین اگه تونستید از اینجا باز کنید، به چالش بکشین مردم. حداقل سامی بگی دلت با من اما هنگه هیچی نمیفهمم، هیچی نمیفهمه. کی نمیفهمه؟ چی نمیفهمه؟ زنه قهر کرده بود، رفته بود خونه باباش، شوهرش بهش SMS داد زن پاشو بیا سر خونه زندگی، جدایی من و تو جدایی نادر از سیمین نیست بهمون اسکار بدن، به ما دست بیلم نمیدن، پاشو بیا سر خونه. زنم SMS داد منم سامی بیگی نیستم بگم فقط میخوام باشی، همچین میزنم از کمر تاش. در ایران حفظم گفت در ایران مثلا طرف تا وقتی بچه است میگن بچه است، نمیفهمه. نوجوان میشه میگن نوجوونه، تو رشده، نمیفهمه. والا من یادمه بچه که بودیم سر سفره غذا همیشه بهترین قسمت غذا رو میدادن باباهامون میخوردن، ما هم حق و هیچ گونه اعتراضی نداشت. دوران پدر سالاری بود، مثل همین سریال پدر سالار که نشون داد این چند وقت میشه. آذر غلط کرده، تا وقتی که من تو این خونه هستم اونا باید اینجا زندگی کنن. خدا بهش سلامتی بده محمد علی کشور. میدادن میخوردن، ما اعتراض نمی، اما زیر لب با خودم میگفتیم یه روز بزرگ میشیم و تلافی میکنیم. حالا که بزرگ شدیم بهترین قسمت غذا رو میدن بچه ها بخورن. میگیم چرا؟ میگن بچه است، تو رشده. ما تو رشد نبودیم، ما علف هرز بودیم، ما آدم بودیم. چه عدالت عجیب داریم. عجب عدالت تلخی که شادمانی ها فقط برای شما اتفاق میافتد. چجوریه داستان اینجا؟ سطح توقع رفت بالا بچه ها. الان نگاه کن تو خونه ها همه بچه ها یه دونه تبلت دارن، تازه به اونم راضی نیست. ما نهایت آرزویی که بچه بودیم داشتیم که یه دور این چرخیاتی مادرمون در سر بچرخون بدم، نمیذاشتم. به بچه خواهرم 4 سالش اومدم آدانس موزی دادم، میگم بیا دایی آدانس. نمیخوام دایی. چرا دایی جان؟ تیدیدنت میخوام. والا ما بچه بودیم لاستیک میجویدیم. لایک هستید که هستید لابد من اگه میشه دیدین لایک کردنمونم با همه جای دنیا فرق میکنه. دختره رفته تو دهاتشون لای 2 تا بوته خار یه عکس گرفته معمولی چرت، کله رو اینقدر چرخونده انگار از بسل و نخاش میخواسته عکس بگیره. بعد این عکس رو برده تو پروفایلش گذاشته پسرا واسه مخزنی و پاچه خاری و چاب حمله کردن. 48,000 لایک، 18,000 کامنت، همینجوری زیرش نوشتن ویری نایس، ویری گود، عروسک، ملوسک، پدسک. چه خبره؟ یه عکس معمولیه دیگه. عجیبه ها. اون وقت پسره رفته خودشو از کوه پرت کرده، خدا شاهده، عکسشو گذاشته اونجا، 1 نفر رفته اون زیر نوشته اسکول. چقدر تفاوت من نمیدونم. از کجا تا کجا خودتون. حالا اینکه من میگم اسکول خدایی نکرده تصور نشه من حرف زشت نه، اسکول اسم یه پرنده است در جنگل های استوایی. چرا اسمش اسکوله؟ چون اسکوله. یعنی دانشمندا گفتن این اسکول باشه بهتره، خودشم قبول کرده، هیچ مسئله ای نیست. شما چه اعتراضی دارید؟ حالا این چه کار میکنه؟ این دونه‌ش میره تو جنگل قایم میکنه، بعد یادش میره کجا؟ همیشه هم گشنه از خاک بر سر.
اخیراً مثل این که دانشمندان علم جانورشناسی پرنده‌ای رو پیدا کردن که از اسکل هم اسکل‌تره به جون خود، تحت عنوان شنقل شنقل. ببین بچه‌های امروزی رو، یه الف بچه هست شنقل سری در جا. من تا 16 سالگی نمیدونستم دخترم یا پسرم. اینو اینقدر بچه‌ها رشد کردن، عجیبن غریبا. رضا رشیدپور میگفت رفته بودم خونه‌ای که از فامیل دیدم پسر بچه 11 سالش گیتار میزنه، 14 ساله پیانو. گفتم یا للعجب از ذوق و استعداد و هنر بچه‌های امروزی. میگم لحظه‌ای من یادم اومد از دوران کودکی خودمون که نهایت هنری که داشتیم این بود که با زیر بغل مثلا صدا در می آوردن. آقایون مثل که خاطرات زنده شده. یا این که میگم مسابقه آروغ میذاشتیم با هم، هر کی طولانی تر آروغ بزنه و اول شد. تهش دیگه هر کی شیشکی محکم تر میزد اون اول بود. مثلا خب باید خوراکی ها بده اون بخوره. دسته باری